سلام دوستان، در خدمتتونم با معرفی پیپ از برند بیگ بن سری کریستوفر. خب یکی از زیباترین مدل‌های بیگ بن هست. پیپ همینجور که می‌بینید سایز متوسط هست، کاملا ظرافت داره، ظرافت بسیار بالایی داره، رنگ بسیار خاصی داره، رنگ قهوه‌ای تیره که توش رگه‌های چوب به رنگ روشن دیده میشه. این رنگامیزی بسیار قشنگی داره این مدل. قسمت ریم هم که یه حالت رنگ تقریبا نارنجی، یه حلقه استیل داره. استم هم که آرمی بیگ بن این بالا رو استم هست. فیلتر 9 میل هست، فیلتر 9 میل. اینم از نمای داخل. فوق العاده پیپ زیبایی هستش و سبک برای کلنج کردن هم. اینها پیپ های خیلی خوبی هستن. خب این الان بیگ بن کریستوفر شماره 342 هست که تقریبا میشه گفت یه بنت، مالاش فول بنت که نمیشه گفت، ولی خب خمیدگیش بد نیست. این مدل دیگهش شماره 033 اگه اشتباه نکنم. خب این خمیدگیش خیلی کم هست، خمیدگی استم خیلی کم هست. رنگ پیپ هم همونجور که میبینید روشن‌تر هستش. در لحاظ وزن تقریبا مثل هم هستن، حدود 40 گرم باید باشن. این هم به همون شکل حلقه استیل و استم آکریلیک.